دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مهیارم و خوش اومدید به اولین ویدیوی من در این کانال. اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری از ویلیجر تخفیف بگیرید. کار خیلی راحتیه. ما به یه زامبی ویلیجر نیاز داریم اول از همه که اون رو تبدیل کنیم به ویلیجر. برای تبدیل کردنش هم به یه پورشن ویکنس نیاز داریم که در ادامه بهتون آموزش میدم که چجوری پورشن ویکنس به دست میاد. اول از همه ما به یه برینگ استند نیاز داریم، همون معجون ساز که میریم توش، و یه بطری آب نیاز داریم، همون بطری شیشه آب، به یه مخمر چشم عنکبوت، یه گام پاودر، یه بلیز راد، و با بلیز راد سوختش رو درست کنیم. از طریق بلیز پاودر درست میکنیم که واسه سوخت برینگ استند هست، با یه گلدن اپل. اول شیشه آب اینجا در جایگاهش قرار میدیم و سوخت رو میذاریم، همون بلیز پاودر و مخمر چشم عنکبوت. و الان میبینید که پورشن ویکنس ما به دست اومد. حالا این پورشن ها ما باید تبدیلش کنیم به اسپلش پورشن، چون اینو نمیتونست بخوره. اسپلش پورشن چیه؟ ما گام پاودر رو میذاریم. اسپلش پورشن اینه که ما به زور به خوردش میدیم، اون که خودش نمیخوره، یعنی میشکنیم به خوردش میره معجون. و الان یه اسپلش پورشن ویکنس به دست اومد. ما اینا چیکار میکنیم؟ میزنیم به زامبی ویلیجر، یه گلدن اپل به خوردش میدیم و 4 دقیقه صبر میکنیم تا به ویلیجر تبدیل بشه. همونطور که میبینید تبدیل شد و الان بهتون نشون میدم که چقدر تخفیف میده. بله، همونطور که میبینید یه امرالد میخواد و این روش خیلی خوبه برای تخفیف گرفتن از ویلیجرها. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشید و تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.